چشمها و طرح مشابه ابروها نشان میداد که باید پدر و پسر باشند. پدر مردی بود خمیده، کوتاه و سوخته. پیشانی بلند و سر تاسش رنگ پوست فندق تازه را داشت. چند شیار منظم و عمیق شقیقه هایش را به هم بسته بود. لباسش کهنه و ناجور بود. کتش گشاد و بلند بود و با رنگ دارچینی روشنی که داشت شلوارش را که سرمه‌ای تیره بود کوتاه و ناجور و مضحک جلوه میداد. در یک دستش زنبیل یا کیف دستی خوش‌طرحی که از گونی ساخته شده بود خمار و خسته تاب می‌خورد. این کیف با سلیقه و دقت دوخته شده بود. پسر بلند بالا و چهارشانه بود. بدن محکم و قیافه گرفته‌ای داشت. لباسش متناسب و نو بود. پیراهن سفید و کراوات داشت. بهش نمی آمد که پسر مردی که در کنارش بود باشد. آفتاب نرم پاییز مانند تور نامحسوس ظریفی سر تا سر خیابان گسترده بود. پدر با التهابی که نمی توانست بپوشاند گفت لباس دست باشه، گونی باشه. پوزخندی تلخ و سبک نیمی از چهره مات و گرفته پسر را شیار زد. چند لحظه پیش نزد خیاط بودند. آنجا خیاط با ریشخند گفته بود آقاتون اصلا به پارچه های وطنی علاقه دارن. اون دفعه 4 سال پیشم من از همین وطنی ها براشون دوختم. بعد رو به پدرش کرده بود و ادامه داده بود نظرتون هست یه چارک کسر اومده بود، من آقا برای اون یه چارک 30-40 تا پارچه فروشی و زیر پا گذاشتم تا تونستم تیکشو گیر بیارم. پسر آنجا هم پوزخند تلخ و سبکی بر لب رانده و نخواسته یا نتوانسته بود داستان آن 4 سال را برای خیاط بازگو کند. به خیاط چه که زندگی آنها در این 4 سال چطور گذشته است. پسر رو به پدرش کرد و گفت اما خیاطه فرقی نکرده بودا، این سابقش حتی یه دونه مو از سرش کم نشده بود. پدر مهربانانه سر پسرش را نگاه کرد. پوست چرب سر پسر از میان موهای یه خط در میانش برق میزد. نه، موهای پسرش 4 سال پیش چنین وضعیتی نداشتند. خندید و گفت کاسبا همینطورن، خیلی دیر پوست میندازن و عوض میشن. چشمهای مردم، چشمهای بیکار، گستاخ و سمج به دنبال پدر و پسری که ظاهرشان با هم نمیخواند دو میزد. غریبه و غمزده پسرش و رهگذران را زیر چشمی میپایید. آیا پسرش رنج نمیبرد از اینکه مجبور است با پدر بد لباسی در میان مردمی که فقط به لباس آدم نگاه میکنند راه برود؟ پسر آرام و عبوس در کنار پدرش راه میسپرد. چشمانش چنان خالی از اعتنا و نگاه بود که گویی کور است. پدر بازوی پسرش را فشرد و زمزمه کرد درست میشه، لباسا رو که از خیاطه گرفتی میام شهر میافتم دنبال کارم، بلکه تونستم دوباره برگردم سر کار. حتما برمیگردونن، به حرفم گوش میدن. خودت میدونی وقتی ما رو اخراج کردن خیلی بودیم، اونا لباس و پارتی داشتن، غیرت هم اصلا نداشتن، در نتیجه لنگ نموندن. سیاست و مرامم همش کشکه، فقط به پوله که همه وفادار میمونن. پسر به هیجان آمد و قرید آخ سیاست توف. بعد کف دستهایش را با حرص به هم مالید. پدر گفت ناراحت نشو، درست میشه، حالا ما باید پشتمون رو به هم بدیم. من حالا دستم خالیه، اما تو باید امیدوار باشی. پسر میخواست بگوید پدر جون درسته، همش درسته، اما آیا تو پول نو و فراوونی هم خواهی داشت که تو جیب لباسای نوت بذاری و مثل ریک خرج کنی؟ میترسم با همه این حرفا گوشه انباری که توش زندگی میکنی سرما جزغالت کنه. اما زبانش را نگه داشت و حرفی نزد. پدر آستین کت پسرش را کشید. صبر کن، بیا اینجا. پسر ایستاد. پدر به سوی دکانی که رودری‌هایش را بر نداشته بود و درش نیمه باز بود پیش رفت. داخل دکان را برانداز کرد. بعد سرش را بیرون آورد و به پسرش اشاره کرد که وارد شود. دکان میخانه کوچکی کثیفی بود. سر میزی نشستند. صاحب میخانه پیش دوید. تو صورت پسر خم شد و دستور خواست. چی میل داشتید؟ پسر دمق و عبوس میخانه چی را زیر نگاه گرفت. صاحب میخانه جهود لنگ دراز گری بود. گال موهای یک شقیقه اش را از بیخ سوزانده و زرورق مصرنگی جایش کشیده بود. چشمهایش هیز و وق زده بود و در گوشه چشم چپش لکه سفید مثلث شکلی به بزرگی نصف بند انگشت داشت. صورتش وحشت انگیز و قیاور بود. پسر گره کراواتش را شل کرد و بیشتر تو نخ میخانه چی رفت.
میخانه چی با دلخوری پرسید چیزی میل داشتین؟ چی بیارم؟ پسر تو دهان پدرش پرید و به جای او جواب داد کوفت میخوایم بخوریم. داری؟ میخانه چی با زحمت خنده‌ای به لبش نشاند. پدر گفت یه پنسیری میاری؟ با غذا چی داری؟ همه چی، لوبیا، کباب، گوجه فرنگی، لوبیا. کباب میاری با یه سیخ یا 2 سیخ؟ پسر شستش را راست کرد و تو چشم میخانه چی نگه داشت. پدر گفت یه سیخ، یه خوردم گوجه برامون بیار. میخانه چی به طرف پسر برگشت. سر تا پایش را برانداز کرد. سری تکان داد. بعد یک بار دیگر پدر را به دقت وارسی کرد. آنگاه رفت. پسر گفت از اون کهنه مطربا باید باشه، مثل جن زده هاست. شب خواب آدم بیاد آدمو زهر ترک میکنه. پدر توضیح داد از یادگارای دربار قاجاریه است، از اون عملجات طرب. در گوشه دیگر میخانه 3 نفر مرد دور میزی نشسته بودند. یک شیشه چتولی رو میزشان دیده میشد. چشمهای هر سه‌شان سرخ و تر و لغزان بود. پسر گفت من دیگه نمیخورم، ازش زده شدم. پدر گفت هیچ میدونی الان 7 ماهه که من لب به عرق نزدم؟ پسر لبهایش را پس کشید. پدری که از جوانی تا 7 ماه پیش دست کم 35-40 سال پیاپی تو بطری زندگی میکرده، حالا 7 ماه به مشروب لب نزده. عجیب بود، عجیب و باور نکردنی. پسر نفسی بلند کشید و بعد گفت ولی من اصلا خوشم نیومد، چیزی توش ندیدم، نه فراموشی نه لذتی. پدر دوستانه توضیح داد من نمیگم حتما بخوری، اصلا برای جوون، اما برای آدم مسن لازمه، برای من لازمه. جوون صبح که پا میشه وجودش گرمه، نه با 4 تا شلنگ تخته میتونه خودشو گرم کنه، اما یه آدم پیر احتیاج داره، لازمه که یه گیلاس از این آتیش بیشعله تو حلقش بریزه و مصنوعاً خودشو گرم کنه. پسر سر تکان داد. پدر لبخندی زد و گفت میفهمم، بالاخره تو پسر منی. جریان این 7 ماه هم خوشمزه بود. نفسی تازه کرد و ادامه داد. یه قوطی عسل داشتم، 1.5 کیلو 2 کیلویی میشد. توی کتاب طبیعی لاتین به مبحثی برخوردم که از خواص عصاره یک گیاه گرمسیر که عوام بهش میگن زبون مادر شوهر تعریف ها کرده بود. از همان گیاهی که تو بوشهر فراوون دیده بودی، همونی که یه گلدون بزرگ ازش داشتم. بله، اون زبون مادر شوهر خیلی هم به درد خورد. شیرشو کشیدم، با عسل قاطی کردم. شیره خالیش خیلی تلخ بود. خلاصه 5-6 ماه دووم کرد. صبح به صبح یه قاشق چای خوری میخوردم. خیلی منو نگه داشت. کار این آتیش بیشعله رو بی کم و کاست انجام میداد. میخانه چی عرق و گوجه فرنگی را برایشان آورد. پدر بطری را برداشت. برای خودش و پسرش در استکانها عرق ریخت. پسر با عجله استکان خودش را قاپید و سر کشید. پدر یک تکه گوجه فرنگی نمک زده پیش رویش گذاشت. بعد استکان خودش را برداشت و گفت زیاد فکر نکن، درست میشه، روزای خوشی رو برای تو آرزو میکنم. پسر آمد بگوید همیشه همینطوره. همیشه جامها را در آرزوی روزهای خوش سر میکشند، اما افسوس این کار را وقتی میکنند که یا بلکی از پا افتاده اند و یا اصولاً امکان ایجاد روزی خوش میسر نیست. اما زبانش را جوید و سکوت کرد. پدر انگار که بو برده باشد گفت حرفاتو هیچ وقت تو دلت نیگر ندار، هیچ وقت خودت نگو، خودت بشنو، این مرضه. بگو اگرچه خوشایند اونایی که میشنون نباشه، اگرچه هیچ اثری نداشته باشه، دست کم دل خودت که سبک میشه. پسر میخواست بگوید دلم میخواد حرفی که میزنم اثر داشته باشه، بشینه همون جایی که دلم میخواد. وقتی بنا باشه آدم بگه و حرفش در شنونده اثری نداشته باشه، لال موندن 1000 مرتبه بهتره. آخه هیچ آدم عاقلی با سنگ و دیوار جر و بحث نمیکنه که. اما لب نجنباند. بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون.
پدر استکانها رو پر کرد و بعد گفت کباب بخور، اتفاقا کباب خوبیه. پسر استکان عرق را برداشت و سر کشید. بعد تکه کباب دهانش گذاشت. پدر دست در جیب بغلش کرد، کیفش را بیرون کشید و 2 اسکناس 10 تومانی درآورد. توی دستش گرفت و به طرف پسر برد. پیشت باشه. چرا؟ باشه تا بهت بگم. کیفش را تا کرد و در جیبش گذاشت. آنگاه گفت وقتی یارو پرسید چی میل دارین و تو به من اشاره کردی، فهمیدم که پول نداری. خوب فهمیدی، اما واسه این نبوده که روی جهوده رو به طرف تو برگردونم. میدونم، اما تو ملتفت نشدی چرا از تو دستور غذا خواست. برعکس، حتی متوجه بودم که دیگه از تو نپرسید چی میل دارین، بلکه گفت چی میخواستین بخورین. حتی فکر کردم که صحیح تر بود اگه میگفت چی میخواهین بخورین. اما این که به تو اشاره کردم منظورم این بود که بهش بفهمونم که نباید به ریخت و لباس مردم نگاه کنه و دست کم رو همان معیار عوامونش هم که بگیریم سن و سال رو باید در نظر بگیره. اما خیال میکنی فکر منو خوند؟ نه تنها نخوند، بلکه عمل من سبب شد که یه فکر پست نفرت آوری تو دلش سبز بشه. وقتی رفتم دستگاهش که رسید برگشت یه نگاه خوش اشتهایی به من انداخت که نگو. پدر هاج و واج پسرش را تماشا میکرد. پسر خنده تلخی زد و پرسید ببینم، یعنی هنوز به من میاد که نوچه کسی باشم؟ خونی که بی هنگام در چهره پدر دوید رعشه ملایمی در بینیش به جای گذاشت. پسرش برای یک آن پیر و شکسته و زشت در نظرش آمد. هر دو در سکوت استکانهایشان را به هم کوبیدند و سر کشیدند. پسر پشت عرق چیزی نخورد، ولی مجموعه حرکات گونه و فکش نشان داد که طعم‌مزه تلخ عرق را از دهانش روبید و بلعید. بعد پدرش را که چشم به استکانهای خالی دوخته بود از نظر گذراند و تبسمی صمیمی تو صورتش لغزید. پیش خود گفت تنها کسی هستی که باهات میشه نشست و درد نکشید، اما به تو هم همه حرفا رو نمیشه زد. لابد باز این استکان آخری رو هم به سلامتی من، به سلامتی روزای خوشی که برام آرزو میکنی بالا انداختی. میخانه چی دم در کنار میزی نشسته بود و پدر و پسر را که به چشم او پدر و پسر نبودند میپایید. لکه سفید چشم چپش از دور مانند یک تکه صدف ساییده میدرخشید. پسر رو به پدرش کرد و گفت نمیریم؟ اگه تو بخوای آره. پسر دست در جیبش کرد و میخانه چی را صدا زد. پدر لبهایش را قنچه کرد و با تهدید محبت آمیزی گفت. بعد رو به میخانه چی کرد و پرسید حسابمون چیه؟ وقتی میخانه چی رفت پسر خنده‌ای کرد و گفت اگه تو حسابش اشتباه نکرده باشه کور خونده، برای اینکه معلوم نیست ما مشتریش بشیم تا بعد بتونه سرکیسمون کنه. و از میخانه خارج شدند. در خیابان پدر و پسر با هم دست دادند. پدر گفت هفته دیگه تو هم میای که ببینی لباس منو دوخته یا نه؟ میام، سعی میکنم بیام. سر و وضع آدم خیلی موثره. لباس، تو راست میگی. و پس از سکوتی کوتاه از لای دندانهایش که کلید شده بود تو خودش قرید. آره، لباس. و بعد دهانش را باز کرد و به پدرش گفت اما خوشباوری شماها رو هم دیگه نمیتونیم داشته باشیم. مصیبت فقط این نیست، اصلا امید یعنی بیخیالی، نوعی بیخیالی. پدر با دست بزرگش چند ضربه پندآموز و نوازشگر به کتف پسرش کوبید. نه تو هنوز 23 سالت بیشتر نیست. بله درسته، میتونی ورشکسته بشی، به ورشکستگی خودت ایمان بیاری. اون وقت میبینی که یواش یواش یه کرم موزی به اسم امید داره تو ذهنت میلوله. من طاقت ندارم. خیابان همان بود، مردم همان بودند، همیشه همین طور است. مدتی به سکوت گذشت. پدر گفت آره، اگه تونستی بیای ضرری نداره. یه خورده هم کمتر فکر کن، درست میشه. لباسمو که بگیرم میام شهر میافتم دنبال کارم، موفق میشیم. آب همیشه به یک جوی نمیره. همدیگر را بوسیدند. پسر صورتش را برگرداند و دست پدرش را رها کرد. 2 جفت پای خسته هر کدام از سویی به راه افتادند. همراه یک جفت از پاها که سنگین تر از آن جفت دیگر به نظر می رسید، کیف دستی زیبایی که از گونی بود و با سلیقه و دقت دوخته شده بود تلو تلو می خورد. پشت پا رسم دنیا
زد و رفت. حیوانی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت. زنده ها خیلی براش کهنه بودن، خودشو تو مرده ها جا زد و رفت. دل من یه روز به دریا زد و رفت.